روز چه روزیه؟ روز پسر، روز امید زندگیامونه. این همه روز واسه دخترها بود، بذار یه روزش هم مختص پسرامون باشه. به مناسبت روز پسر یه مهمونی دوستانه بر پسرم گرفتم. اولین کاری که کردم رفتم اتاقشو مرتب کردم و یخچالشو براش چیدم. البته که تم لباسشون هم جین بود و من براش کت شلوار جین آماده کردم و آماده براش گذاشتم که بیاد بپوشه. با همبرگر خونگی استارت غذاهای خوشمزه‌ش هم برای زدم. مواد لازم این همبرگرهای خوشمزه براتون توی کپشن می‌نویسم، فوق‌العاده خوشمزه و سالم. بعد از چند ساعت از توی فریزر درآوردم و توی تابع گریل سرخ کردم و روشو پنیر گذاشتم. و اما این کوکتلای میوه‌ای و خوشخوراک پسرا خیلی دوست داشتن. میوه خرد شده رو با هر نوشیدنی که دوست دارید میتونید ترکیب کنید. این سیب زمینی سیخ خیار رو که حتما پیشنهاد میکنم برای بچه‌هاتون درست کنید. سیب زمینی سرخ کرده رو توی سیخ چوبی گذاشتم، روشو پنیر پیتزا و سوسیس گذاشتم و توی فر به مدت 10 دقیقه. پسرا عاشق فست بودن، با نون باگدم براشون پیتزا درست کردم. این پیتزا هم خیلی خوشمزه و کاربردیه و خیلی زودم آماده میشه. حالا خوشگلم قلبشو قرمز کن تا بریم بر ادامه. این یکی خوراک تابستونه. توی ظرف پر یخ کردم، بستنیای میوه‌ای گذاشتم و با چند حلقه لیمو و پرتقال تزیین کردم. همه خوشمزه‌هایی که درست کردم بردم توی ترولی گذاشتم و به محض اینکه دوستاش اومدن بردم از شاهان و دوستاش پذیرایی کردم. الهی که همه پسرا شاد و سلامت باشن و تو جایگاهی قرار بگیرن که مایه افتخار ما مامان باباها هم بشن.